شب یلدا از رنگ گردن بهمون نزدیکتره. اینم یه ایده یلدایی برای بچه‌ها. یه بالون 18 اینچ احتیاج داریم که قبل از هر کاری یه لینک ازش میگیریم. آموزش لینک گرفتن توی پست‌های قبلی هست، میتونید ببینید. حالا این بادکنک 18 اینچ رو باد میکنیم به اندازه که فکر میکنیم لازم داریم. یه بادکنک 12 اینچ هم باش باد میکنیم و به هم دیگه گره میزنیم. یه همچین سازه‌ای درست میکنیم. حالا یه لاین 4 تایی 5 اینچ و یه لاین 4 تایی 4 اینچ احتیاج داریم. از لاین 4 تایی 5 اینچمون به عنوان پایه یا پاهای آدم برفیمون استفاده میکنیم و از این لینکی که از بادکنک گرفتیم استفاده میکنیم و به هم دیگه وصلشون میکنیم. و از لاین 4 اینچ به عنوان گردن آدم برفی استفاده میکنیم. حالا کافیه که فقط تزیینش بکنیم و چشم و دماغ براش بزنیم. من از یه تیکه ماری نارنجی به عنوان دماغ استفاده میکنم. از چند تا مروارید کوچیکم به عنوان دکمه های لباسش. اینم از آدم برفیمون. یک کلاه هم براش درست کردم.